سلام بچه‌ها. آقا میخوام فرمولی که دارن بهتون پولی همه دارن 2 میلیون بهتون میفروشن و دوباره میخوام بهتون رایگان توضیح بدم و طریقه درست کردن فرمول میخوام بهتون بگم. خب اگر همزن ندارید بهترین راهکار چیه؟ برای 1 کیلو ملات 10 گرم رزین، 300 تا 350 گرم آب، 800 گرم گچ و 200 گرم سیمان. اگر همزن ندارید بهتره که رزینو با آب قاطی کنید، رزینو بریزید داخل آب، بعد حالا برای اینکه هدر نره خود آبو سریع کنید دوباره داخل ظرف یه هم بزنید، دوباره بریزید داخل. چند باری کار کنید که رزین باقی نمونه، چیزی حیف نشه. بعد چیکار میکنید؟ اول سیمانو بهش اضافه میکنید. سیمانی که اضافه کردید یه خورده هم میزنید. هم که زدید بعد یواش یواش گچو اضافه میکنید و هم میزنید، چون اگه یهو اضافه کنید صفر میشه، یه خورده هم زدن براتون سخت میشه. حالا باز دوباره یهو ریختم که فیلم انجام بشه. این فرمول چون مقاومتش بالاست یه خورده حجم آبش کمتره، به خاطر همین یه خورده سخت‌تر هم میخوره. هرچی آب کمتر مصرف بشه مقاومت کارتون بیشتر میشه. خب ببینید قشنگ حالت خمیری. خب حالا بچه‌ها این رنگ خمیری که خودمون ساختیم اضافه می‌کنیم. ببینید من در حد یکم اضافه کردم، حالا زیاد شد. حالا می‌ریزیم رنگو توی یک قالب دیگه. حواستون باشه که به صورت سوزنی و از بالا بریزید. حالا یه خورده میز ما کثیفه دیگه، آخر کار بچه‌ها رفتن، من گفتم که ویدیو براتون بگیرم دستکاری نرید. به این صورت بالا می‌رید، قشنگ یه تایم ریختگی خوب بهتون میده. بدم این قالب براتون پر کنم. بچه‌ها قالب کثیفه دیگه، آخر کار خسته بودیم تمیز نکردیم. این از این. شاد و پیروز باشید.